با سلام و عرض احترام خدمت شما حضار و فرهیختگان گرامی. عنوان موضوع بحث من جایگاه صلح در ادبیات معاصر گزیده شده بود که این عنوان بسیار عام بود. من با اجازه دوستان مدیران برنامه ای را کمی خاص‌تر کردم. ادبیات معاصر شامل بسیار حوزه کلانی میشه، نمیشد به همه از اونها بپردازیم، حتی به ادبیات معاصر افغانستان به صورت کلی نمیشد بپردازیم. لذا من انتخاب کردم جلوه های صلح پایدار در شعر معاصر افغانستان، یعنی فقط از دو حوزه مقوله ادبیات یعنی نثر و نظم و شعر را انتخاب کردم. طبیعی است که حتی تمام جلوه های صلح را در شعر معاصر هم نمیشه در این 17 دقیقه بپردازیم. ادبیات اصلا خودش صلح است، یعنی دیگه لازم نیست آدم وقتی با مطالعه ادبیات میپردازه در جستجوی مضامین صلح‌آمیز در ادبیات باشه. اصلا ادبیات جنگ ما نداریم که چیزی رو ما به نام ادبیات جنگ داشته باشیم. او چیزی که در ظاهر شاهکارهایی که در موضوع جنگ پدید آمده یا درباره جنگ در موضوع جنگ هست در ظاهر، اینها دغدغه اصلی شاعر و نویسنده‌اش جنگ نبوده، بلکه هدف نویسندگان و پدید آورندگان این است که در سایه و در جریان لحظات و اتفاقات و رخدادهای جنگی او تراژدی ها و فاجعه هایی را که خلق میشه به تصویر بکشه. یا معمولا جنگ دو روی سکه داره دیگه، یک طرفش فاجعه است، تراژدی است، غم و اندوه است، طرف دیگر هم البته انسان ها در یک فرصت های استثنایی، فرصت جنگی که همه در فکر فقط خودش است، بعض از انسان ها جوهرش به شکوفایی میرسه در این لحظات و شهامت ها و شهادت ها و ایثارگری های و خودگذری های از خود نشان میده. شاعران و ادیبان وظیفه خود میدانه که این لحظات ثبت کنه و اصلا وظیفه خود این رو نمیدانه که از جنگ ستایش کنه. بنابراین ما ادبیات جنگ اصلا نداریم، هرچی که ادبیات به جنگ پرداخته شده و در موضوعات جنگ هست همه تأکید بر جلوه های انسانی هست که در جریان جنگ اتفاق میفته. این یک نکته به عنوان مقدمه. نکته دوم این که ادبیات با صلح امروز ما چه ارتباط داره. در این قسمت باید عرض کنم که بسیار روشن است. ما به هر پیمانه که بتانیم مسئولان مملکت، رهبران و به یک کلمه مشران و کلانای جامعه، به هر پیمانه که بتانه هنر، فرهنگ، ادبیات و شعر را در جامعه و بین جوانان ترویج کنه، به همو پیمانه تانسته بنیانها و پایه های صلح را بگذاره. یعنی شما امکان نداره که آرزو کنید به صلح پایدار در افغانستان برسید اما هنر، ادبیات، فرهنگ در جامعهتان غریب باشه. بهتر است که بجای این همه گفتگوهای سیاسی صلح شما بر پایه چنین محافل بپردازید، به خاطر از اینکه شما بنیانهای صلح با فرهنگ و ادبیات و هنر گذاشته میشه. جوانی که با شعر و ادبیات و هنر و موسیقی سر و کار داره امکان نداره او سراغ جنگ بره و عکسش هم درست است. جوانی که تفنگ گرفته و میتونه و اینقدر قلب تار و سنگین داره که آهنین داره که میتونه هم نوعش را بکشه، این اصلا هنر ندیده، این طعم هنر، طعم شعر، طعم ادبیات را نچشیده، انسانیت را ندیده. ای بنابراین ما اگر بخواهیم یک جامعه انسانی هم صلح‌آمیز داشته باشیم، هیچ راه دیگری جز نیست جز بازگشت به ادبیات، فرهنگ و شعر و هنر. این نکته دوم مقدماتی. و نکته سوم مقدماتی من
این است که یوهان گالتونگ یکی از تئوری پردازان صلح امروز است. یعنی او امکان نداره که نظریه پردازان و تحلیلگران فکری صلح در زمینه صلح سخن بگوید اما از یوهان گالتون غافل باشه و اندیشه های او را مد نظر قرار نده. یوهان گالتون مشهور است که صلح را به دو گونه تقسیم میکنه، یکی صلح منفی و دیگر صلح مثبت. او میگه صلح منفی صلح است که خشونت عریان و جنگ مستقیم در یک جامعه جریان نداشته باشه، آتش بس باشه. به اعتبار دیگر این میشه جنگ صلح منفی و خب گام اول برای صلح هست دیگه. ما و شما فعلا در همین مرحله گرفتار هستیم، یعنی خشونت مستقیم و عریان و تفنگ و انتحار و انفجار در جامعه ما جریان داره و طبیعی است که ما باید این مرحله را قطع کنیم. اما یوهان گالتون میگه در صورت شما میتوانید به صلح پایدار دست پیدا کنید و آتش بس شما یا صلح منفی شما دوباره نشکنه که شما صلح پایدار را گرفته باشین یا به صلح پایدار دست یافته باشین. صلح پایدار چیست؟ او میگه صلح مثبت. صلح مثبت چیست که همون صلح پایدار میشه؟ میگه علاوه بر این که خشونت عریان و مستقیم در جامعه نیست، خشونت ساختاری هم در جامعه نباید باشه. خشونت ساختاری یعنی سر کوتاه خشونت قانونی نباشه، خشونت سیاسی نباشه، ساختار سیاسی تان مبتنی بر خشونت نباشه، قانونهایتان خشونت آمیز و تبعیض آمیز نباشه، انسانی و بشری باشه. خشونت فرهنگی شما نداشته باشین، خشونت آموزشی نداشته باشین، ساختارهای آموزشیشتان خشونت آمیز نبوده باشه و همچنین خشونت فکری. اینها خودشان هر کدامشان باید تشریح شود که ما فرصت زیر نداریم. با توجه به این دو نوع تقسیم بندی که گالتونگ صلح میکنه، ما شعر را هم اگر شعر معاصر افغانستان را بخوایم جلوه های صلح آمیزش پیدا کنیم، مجبوریم در این دو مقوله جستجو کنیم. یعنی بخشی از ادبیات و شعر صلح افغانستان مربوط میشه به صلح منفی و بخش دیگرش مرتبط میشه یا دارای مفهوم صلح مثبت است. یک نمونه ما از صلح منفی شروع میکنم. استاد خلیل الله میگه که انبیا رهبران حق بودند، بهر تأمین جنگ، بهر تأمین صلح جنگیدن. انبیا رهبران حق بودند، بهر تأمین صلح جنگیدن. این بسیار نکته ظریف است که انبیا جنگ داشتند، اما جنگ انبیا هرگز برای جنگ و برای خشونت نبود و اونها به قصد تأمین صلح جنگیدن. بنابراین استاد خلیل الله خلیلی میخواد ایره بگوید که دو قسم جنگ هست، یک جنگ که به قصد جنگ هست و به قصد آشوب و خشونتگری است، یک جنگ دیگری هم هست که به قصد تأمین صلح است. اگر ما بخوایم برای حرف استاد خلیل الله خلیلی امروز در جنگ افغانستان مصداق پیدا کنیم، جنگ نیروهای امنیتی ما، جنگ دولت افغانستان جنگ است که به قصد تأمین صلح است. سیاستمداران، ژورنالیست‌های محترم، رسانه‌ها بسیار با آسانی به کار میبره دو طرف جنگ، انگار که دو طرف مساوی است. اصلا چنین نیست. طرف نیروهای امنیتی ما به قصد تأمین صلح می جنگن، به قصد تأمین امنیت جامعه و کشور می جنگن. بنابراین این فرق داره. استاد خلیلی میگه که رهبران زمانه ما بین صلح را بهر جنگ بگزیدن. رهبران زمانه ما بین صلح را بهر جنگ بگزیدن. متاسفانه این رهبران، شاید تعبیر رهبر مجبور شدیم ما مصداقشون رو میگیریم، واژه رهبر بسیار کلان است، به طالبان قابل صدق نیست. اما این گروه حالی که در مقابل دولت هست صلح را بهر جنگ بگزیدن. در واقع سر میز مذاکره میشینه، در ظاهر صلح میکنه، ولی در میدانهای جاری کشور به خشونت و جنگ همچنان با سرعت و شدت بیشتر ادامه دادن و ادامه میدن. این دوتا رو باید ما جدا کنیم. سید اسماعیل بلخی میگه که چه ابتلاست که در هر بلاد می نگرم، نزاع مذهب و جنگ و نژاد می نگرم.
به نام صلح به اسباب جنگ میکشند، ز بحر تفرقه در اتحاد مینگرم. مگر نه جمله ز یک نسل پاک باباییم، تو را به مهنت خود از چه شاد مینگرم. خب تا حدودی واضح هست معنای از چی که بالاخره دلیلی برای جنگ برای انسان وجود نداره. هر کسی که از نظر شخصیتی و فکری و فرهنگی به مرحله بشری رسیده باشد دیگه خود را کلا ز نسل پاک یک آدم میدانه و دلیلی برای جنگ و خونریزی و کشتن دیگرها نمیبینه. طبق نظر سید اسماعیل بلخی کسی که به کشتن همدیگر اقدام میکنه و هدف خود را کشتن دیگران میدانه و به این خوش میشه، این هنوز به مرحله آدمیت نرسیده، از بشریت دور است. نتونستیم. حالا مشکل کجا بوده ما نمیدانیم. مشکل همه ما و شما مشکل بودیم. ما و شما نتونستیم زمینه آموزش و زمینه تعلیم و تربیت را فراهم کنیم که جوانان به کشتن و کشتار روی نیاوره و دیگران توانسته اینها را به این سمت جهت ببخشه. خب دیگه زیاد فرصت نیست. من نمونه های زیاد در اینجا از شاعران معاصر، از جوانان، از بسیار شاعران یادداشت کرده بودم ولی خود طبیعتا نمیرسه در همه از اینا. من فقط یک نمونه از شعر زنده‌یاد بارق شفیعی رو میخوانم که این درباره صلح است، اما خوبی این شعر است که هم صلح مثبت درش بازتاب یافته هم صلح منفی. یعنی بعضی جاها بارق شفیعی از صلح منفی گپ میزنه ولی در ادامه و در جریان کار از مصداقها و مفاهیم صلح مثبت سخن میگه. من این را همین تک مرور میکنم. صلح خون زندگی در پیکر هستی بود، پیکر هستی ز خون زندگی خالی بود. صلح نیروی است مر بالندگی را جاودان، هیچ جا از نیروی بالندگی خالی مباد. آقای بارق شفیعی فوری صلح را با بالندگی و رشد گره میزنه. یعنی اگر در جامعه ما زمینه رشد شکوفایی جوانان استعدادها را فراهم نکنیم، به تعبیر گالتون صلح پایدار، صلح مثبت آمدنی نیست. باید در زندگی بالندگی بیاید تا صلح بیاید. ورنه اگه تو نشوه ورنه میرد زندگی میمیره. استد بالندگی، زندگی از نیروی بالندگی خالی مباد. صلح در لبخند یزدانی و پاک کودکان، معنی ژرف نگاه پر امید مادر است. زندگی بی خبر خالی از عشق، زندگی بی خبر احتمالا نگان حذف اینجا شده، زندگی بی خبری خالی از عشق. یعنی زندگی که درش عشق نیست، زندگی که در جامعه‌ای که در چشمان مادرانش امید نیست، به صلح نمیتونه بیاندیشه. صلح در تصویر فردای جهانی آرزو، نقش هر یک جلوه را در زندگی روشنگر است. خنده های کودکان در نگاه مادران، جلوه آینده را آیندار دیگر است. صلح کار و صلح دانش، صلح عشق است و هنر. صلح تنها آتش بس نیست. این چیزا مصداقهای صلح است. کار داشته باشه جامعه. صلح دانش است، عشق است، هنر است. وین همه سامان هستی را هماهنگی از اوست. صلح یاری و محبت، صلح مهر و مردمی است. صلح اگر باشد جهان ما جهان آرزوست. زندگی بی خبر خالی از عشق و هنر، هستی بی آرمان و مستی بی آبروست. واقعا همین رقم است زندگی ما و شما و بخشی از جامعه ما و شما. همین رقم است، مستی بی آبروست، زندگی نیست. پاسبان گر صلح باشد مر جهان را بیگمان، جنگ می میرد محبت زندگانی می کند. آدمی مر آدمی را گرگ مادرزاد نیست، آدمی را ذوق استثمار جانی می کند. رستن از این منجلاب انقلاب است انقلاب. دیگه بحث انقلابش کار ایده جناب شفیعی است. صلح زیبایی است یا زشتی ندارد آشتی، با زشتی ندارد آشتی. اصلا صلح زیبایی است. صلح با اهریمنی جنگ و تجاوز یار نیست، دشمنی غارتگری هستی زحمتکش است. خب وقتی ما متاسفانه تمام است. پوزش که اگر زیاد متصدی شده باشم همه شما را به خدا میسپارم. خدا نگهدار.